اگر به ارواح، شیاطین و اجنه اعتقاد ندارید، این ویدیو ممکن است نظرتان را تغییر دهد. در متون و داستان‌های مذهبی نمونه‌های زیادی از تسخیر وجود دارد که در آن موجودات غیر ارگانیک بدن افراد را تسخیر می‌کنند. این موضوع مثل یک کابوس وحشتناک است. اما چه می شود اگر به شما بگویم که ممکن است شواهدی وجود داشته باشد به لطف فناوری ضبط تصاویر، کشیشان و جنگیران شواهدی از آنچه قرنها در مورد آن صحبت می کردند را به دست آوردند. با ما همراه باشید تا به بررسی 4 ویدیو بپردازیم که ادعا می شود تسخیر شیطانی را در مقابل دوربین نشان می دهند. شماره 1. دختری که بعد از شنیدن اذان بیهوش شد. یک ویدیوی عجیب در فضای مجازی منتشر شده که در آن دختری مسلمان در امارات متحده عربی در حال کار با لپتاپ خود است. همه چیز عادی به نظر می رسد تا زمانی که اذان پخش می شود. ناگهان دختر دچار بیقراری و گیجی می شود. پاهایش می لرزد. انگار چیزی در حال رخ دادن است که او نمی تواند آن را درک کند. سپس از زمین بلند می شود تا به بیرون برود. درست زمانی که می خواهد از اتاق خارج شود به زمین می افتد. افراد حاضر در اتاق که از دیدن این صحنه وحشت زده شدند به کمک او می‌شتابند. برخی معتقدند که ممکن است اذان جن را عصبانی کرده و باعث شده باشد که او دختر را عذاب دهد. شماره 2. جنگیری هولناک پسری جوان در امارات. یک ویدیوی تکان دهنده از جنگیری پسری جوان در امارات متحده عربی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. در این ویدیو مشاهده می کنیم که پدر ناامید پسر خود را که ظاهراً توسط ارواح تسخیر شده به نزد یک خاخام برده است. خاخام با استفاده از آیات مذهبی و دعاهای مخصوص سعی در بیرون راندن شیطان از بدن پسر دارد. صحنه‌های جنگیری بسیار وحشتناک است. پسر جیغ می‌زند، به خود می‌پیچد و حرکات عجیبی انجام می‌دهد. اما خاخام و جمعی از یهودیان که برای کمک آمدند به دعا و قرائت متون مذهبی ادامه می‌دهند تا اینکه ناگهان پسر آرام می‌شود. در این لحظه اشک شوق از چشمان پدر و مادر پسر جاری می شود. انگار روح شیطانی دیگر در بدن او نیست. پسر جوان نیز به خود می آید و شروع به گریه کردن می کند. آنلیز میشل دختری جوان بود که در طول زندگی خود 67 بار تحت مراسم جنگیری قرار گرفت. آنلیزه که اهل آلمان غربی بود، از مشکلات شدید روحی و روانی، از جمله توهمات ناشی از سر، رنج می برد. متاسفانه در آن زمان علم پزشکی و روانشناسی به پیشرفت امروز نبود. صدایی که میشنوید مربوط به یکی از جلسات جنگیری آنلیزه است. او با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد و صداهایی میشنید که به او میگفتند نفرین شده و به جهنم خواهد رفت. آنلیزه به شدت مذهبی بود، اما شیاطین او را مجبور می‌کردند تا از نمادهای مذهبی مانند کلیسا و صلیب دوری کند. آنلیزه و خانواده‌اش در نهایت به این باور رسیدند که او توسط شیاطین ادیان بتپرست تسخیر شده است. این باورها ریشه در صداهایی داشت که در طول جلسات جنگیری میشنید.
Ich Judas, Nero, Kain und der Hitler. Weltstimme. متاسفانه آنلیزه به دلیل سوء تغذیه و کم آبی جان خود را از دست داد. والدین او و کشیش هایی که در جنگیری او نقش داشتند به دلیل سهلنگاری در عدم رسیدگی به نیازهای پزشکی او مسئول شناخته شدند. شماره 4. در این ویدیو مردی را در اتاق آزمایشگاه‌های روسیه نشان می‌دهد که حرکات عجیبی با بدن خود انجام می‌دهد. انگار هفته‌ها، شاید ماه‌ها در این انفرادی تنهاست. همانطور که دیدیم در این ویدیوها شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بودیم که به سختی میتوان آنها را با منطق و علم توضیح داد. اما آیا این به معنای تایید قطعی وجود شیاطین و اجنه است؟ نظر شما چیست؟ با کنجکاوی همراه کانال پرونده های ایکس شوید تا با هم به کاوش در این رمز و رازها بپردازیم.